این بار ما موترای را به لیلام میگذارم که نظیرش انشالله در بازار نیست. بیاییم که براتان زیباترین موتر کابل معرفی بکنم. قلفکایش تج است. قلفک دروازه تج است. وقتی کلیش پیشتان در جیبتان می باشه نیاز نیست کلیر شما داخل قلف فرده. تا سرعتش است. از برق استفاده میکنه. کاملا مصرف نداره. قیمت از این موتر است $6000 $5500 و در برد زدیم $5000 به لیلام. بسم رب السماوات والارض و سلام و درود خدمت همه شما دوستا و عزیزای دیدار وطن. انشاءالله هر گوشه و کناری که هستید امیدوارم صبح را با طاعت و عبادت مخلصانه آغاز کرده باشید تا به شام همه تا خوشخلق و خوشخوی باشید. دوستای عزیز این بار آمدیم پیش مرد سخی و سخاوتمند جناب دایچه در کنارم هستند. شما با چهرهشان حتما آشنایی دارین، علل خصوص کسایی که شوق موتر دارن و یقین دارم که برنامه آجی صاحب دیده و این بار ما مشتاق به شدیم که همراه آجی صاحب یک برنامه داشته باشیم و ببینیم که بازار موتر در این روزا چطور است. گفته شروع را با آجی صاحب شروع میکنیم. سلام علیکم جناب آجی صاحب. سلام خوش آمدین. صحتان خوب است؟ تشکر. سلام خدمت شما، خدمت همکار تکنیکیتان و سلام دیگه خدمت هموطنای عزیز، نازنین، مهربان، جوانمرد، ما خود مهربان هستین آجی صاحب. کسایی که در داخل افغانستان و بیرون افغانستان این برنامه را میبینن. سلام و احترامات خود تقدیم میکنم. امیدوار هستم خوب، خوش، با عزت و صحتمند باشن ان شاء الله. بخیر آفت باشید. با شما همچنان تمنا داریم آجی قربان صاحب. شما، لطف کنید. چی حال دارین آجی صاحب همراه سردی و گرمی روزگار؟ خدا را شکر. همین که یکی از حکمت‌های پروردگاری است که هیچ چیزی به یک حالت نمیمانه. اگر غم است، اگر گرسنگی است، اگر مشکل است، اگر هر چیزی هست میگذره. همین که میگذره الحمدلله. شب از صبح میشه، صبح شب میشه و حکمت‌های پروردگار است که یک بار پروردگار اگر بخواد زمین قدر گرم میکنه که بازارها کولر سرد نمیشه و اگر یک بار سردش کرد باز در هر جایی که اگر هزارها دانه بخاری باشه دیگه گرم نمیشه. حکمت‌های پروردگار است. خدا را هزاران بار شکر کنیم. بله و ما در هر حالتش شکرش به جای هزار بار شکر. خب بسیار بر دوستا گفتیم امروز آمدیم روش برنامه‌ای داشته باشیم درباره این موترکایی که نوآوردیم، موترهای مثل افغانستان، مثل پاکستان و دیگه گپ است که یا شروع بکنیم بخیر. شما میفهمین نرفیتان است که از کجا گپ شروع بکنین. ان شاء الله ما در خدمت هستیم. خواهش میکنم. پس از همین سر شروع میکنیم بخیر باز میریم بیرون. درست است؟ خب معرفی موتر را بگیریم. بله. هزار دفعه بفرمایید. چون سال 2024 آجی صاحب رسید و ببینیم که امسال چطور است. امسال شما همچنان لیلام داری نداریم؟ کسایی که بیننده هستن ما خب برای کسایی که در خارج از افغانستان زندگی میکنه سال نو 2024 برشان تبریک میگم. امیدوار هستم روزای خوب و خوش را انشالله روبروی داشته باشند. ما روند کاری ما قسم است که امروزه در موتر فروشی سخا 2-3 موتر، 4 موتر، 5 موتر در لیلام میگذاریم و علت لیلام ما است که ما بتانیم برای افراد بسیار بی بضاعت وطن خود یک کمک کده بتانیم و کسایی که در آرزوی داشتن یک موتر بودن
ما موتر لیلام میکنیم و مفروشیم و زمان لیلام ما مشخص به این خاطر نیست که یک تعداد دوستایی که موتر فروشی میکنن اونا میاین از موترهای لیلام ما خریداری میکنن. ما کوشش میکنیم زمان لیلام خودم مشخص نکنیم. گاه دوشنبه، یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه، صبح، پیشین، دیگر یک وقتی که نامشخص که بتونیم وقتی که لیلام میکنیم و از طریق مدیا این موترهای ما نشر میشه، افراد که به موتر ضرورت دارن وطندارای ما که به اصطلاح کسایی که دست اول موتر میخرن، نه که برادرای موتر فروش ما یا جلابا بیاین موتر خریداری بکنن، نه، فقط هدف ما است که برای مردم حام وطن خود موتر عرضه بکنیم و انشالله حالا به نام خدا و به یاد خدا و به امید خدا شروع میکنیم به لیلام موترها. و بعضی از دوستای ما در کومنتار نوشته کرده بودن که موترهای بسیار کهنه، موترهای بسیار فرسوده آجیس خال لیلام میکنن. نه، این بار ما موترهای را به لیلام میگذارم که نظیرش انشالله در بازار نیست و مدلایش از 15 و 16 و 17 و 18 بالاتر است. دوستایی که شوقی موتر هستن یک قدمک پیش بیاین بخیر که موترها امروز هم به لیلام است و ناگفتن اما نویسب شما میفهمید که هر کس به خاطر بازار گپ میزنن، کسایی هستن که می گپ شما را میگن، بله. خب کامنتای منفی میدن. ما یک موضوع را خدمتتان عرض بکنم. هدف ما از مصاحبه کردن، هدف ما از یوتیوب، از رسانه‌ای است، نه به خاطر تبلیغات محترم و نه به خاطر شهرت خودم. این دو گپ نیست، فقط صرف به خاطر ارتباط با هموطنایم است که او تامین میشه و ما هموطنایم میگه یکی از حکمت‌های پروردگار همی است که قلب به قلب را داره، دلا به هم را داره. من هموطنای ما بسیار خالصانه دوست دارم و هموطنای ما دستشان درد نکنه، زیاد مرا دوست دارن، زیاد نوازش میکنن، زیاد کوچک نوازی میکنن. ما ازشان تشکری میکنم. یک موضوع که وقتی ما در رسانه، در یوتیوب مخاطب با هموطنایم میشم و هموطنایم از گوشه گوشه دنیا برای ما زنگ میزنن، ابراز محبت میکنن، ما زیاد خوشحال میشم و انشالله شروع میکنیم با امید روزی که همه هموطنای مرا دوست داشته باشه. یکی دو نفره که یک کامنت منفی میته، یک چیزی میگه، او برای من ارزش نداره، چون من هزارها کامنت منفی را برابر با یک محبت یک وطنم نمیکنم که برای من مسیج میکنه، تلفن میکنه، برای من ابراز محبت میکنه، او برای من بالاترین ارزش داره. خب موتر اول یک موتر تویوتا پرس مدل 2019. بله. مدل 2019 رنگ سیاه با یک ویلکپای بسیار مقبول 18 با پلیت و جواسیر کابل که میبینی یک پلیت بسیار مقبول 29595 بسیار مقبول با یک سویچ بورد سیاه و موتر هوشمند است. کلیای موتر را بیارید. موترهای بیاین شما از این طرف تصویر داخل موتر را بگیرین که ما براتون مکمل. موتر پرس 2019 که یک سویچ بورد بسیار مقبول داره، یک اسکرین بسیار مقبول داره و یک گیرلیور به نهایت مقبول در یک قسمت بسیار فوق العاده، یک اسکرین بسیار زیبا و یک کمره که در سویچ بورد موتر جای به جای شده که ارتباط شما را در مسیر سفر با فامیلتان، با محل کارتان تامین میکنه. و موتر دارای کروز است که وقتی به سرعت دلخواهتان میرسین از کروز که استفاده کردید دیگه نیاز به اکسلراتور و بریک و اشترینگ یک اپا نیست، موترش خودش کده کنترل میکنه و موتر کاملا هوشمند است. هوشمند به این معنی وقتی در پیشروی موتر، طرف چپ موتر، طرف راست موتر یک موانع با موانع نزدیک میشه، موتر خودش آلارم میته در شیشه عقب و اگر اوجه نشد در اسکرین آلارم میته و اگر نشد خود موتر عکس العمل انجام میده. تا وقتی که مو دریور ببینه دیگه عکس العمل انجام میده. و موتر دارای اکو مود، ترکاف و یک سیت گرم کن. سلام سیف، خوب هستین؟ سیت گرم کن، سیت سرد کن داره. یک ایر کندیشن بسیار فوق العاده
فول ایر کندیشن است. فول ایر کندیشن به این معنا که هر سیت جدا جدا، سیتای پیش سر، سیتای پیش روی جدا جدا ایر کندیشن و بخاری داره. تا سرعتش است از برق استفاده میکنه، کاملا مصرف نداره، به جز از اینکه 1 دقیقه که چالان میشه موتور، بعد از 1 دقیقه موتور در تل اتومات میره. وقتی که موتور خود عیار کرد تمام سیستمایش در برق، بعد از تا سرعتش هست شما هر قدر که میرین در برق میره و بعد از 60 در تل میره. و موتور مدل 2019 است، 10 سال بطریش گارانتی داره. 10 سال، بله 1 دهه بطری از این گارانتی داره. 28 دانه بطری داره. بطریش مثل آیفون 100 الت است دیگه. از لحاظ چتکت، شوکت و بریدگی و تکر نمایشگاه موتر سخا در رابطه به این موتر ضمانت میکنه. قیمت از این موتر است، امیدوار هستم یک معلومات کامل داده باشم. انشالله. بله. یک زیبایی بسیار بخصوص اگر تولبکس موتر شما بریم بگیریم، دوستان از داخل ما دیگه حرف نداره، به همون شکل خیلی یک نمای مقبولان داره. پشترش یک زیبایی به خصوص خود این موتر داره که نظیرش بسیار کم است. موتر قیمتش $13,000 است. ایره به احترام شما، به احترام هموطنا به لیلام میگذارم $12,000 $11,000 و با پلیت و جواسیر کابل $10,500 به لیلام. بریم به طرف، بیایم همینجا استاد سه موتر دیگه را به معرفی بگیریم. چراغای طرف روشن کن دوستا. تا چراغا روشن بشه بگی نگفتن، اما نام خدا بسیار موتر بالا است، بسیار موتر مقبول است و دیگه یعنی هر قدر که بگوییم ما نگه که یک نفر آمده توصیف کرده میره نه. دوستا چیزی که واقعیت است دیگه. خودتان کسایی که منقدر زرگر میدن و قدرش دانسته. موتر دیگری که براتون به معرفی میگیرم یک کراون 2015 است. بله. که نظیرش در بازارهای کابل، در شهر کابل بسیار کم است. به نهایت زیبا با سیت سویچ بورد کریمی و یک کمره که در موتر در قسمت فوقانی شیشه جای به جای شده ارتباط شما را در مسیر سفرتان با فامیل و محرک کارتان تامین میکنه. و با ماشین 6 سیلندر با گیربکس اتومات با ویلکپای 18 موتر بدون برید، بدون کدام حوارث. قیمت از این موتر $13,000 است. 12,000 11,000 و $10,000. موتر دیگری که با دوستای خود به معرفی میگیرم که امیدوار هستم که تا به حال در کابل ندیده باشن. بیاین شما پیش روی موتر ببینید. بله ببینید دوستا، بسیار یک چیپ خیلی مقبول داره. یک موتر جگوار است. موتر جگوار که بسیار کم است در کابل با سیت سویچ بورد زرد. مدلش 2015. بله. به نهایت مقبول، به نهایت زیبا، با یک چراغای بسیار زیبا، با یک جالی بسیار زیبا، با ماشین بسیار ثابت، به نهایت مقبول، تبدار. قیمت از این موتر است $17,000 $16,000 $15,000 و $14,000 به لیلام. اینا دوستا ببین ماشاءالله. موتر دیگه که هموطنای ما زیاد دوست دارن و زیاد طرفدارش هستند، موتر مارککس است 2007. قیمت از این موتر است $6,000 $5,500 و در برد زدیم $5,000 به لیلام. موتر دیگری که شما میبینین یک بنز است، مدلش 2013. ماشاءالله. بنز 2013 به نهایت زیبا، به نهایت مقبول. قیمت از این موتر است $12,000 $11,000 $10,000 و $9,000. هموطنای ما که میگن لیلام مسئلهش چطور، ما به موترهای خود نام موتر، قیمت موتر و تمام مشخصاتش، نمبرهای تلفن نوشته است. در لیلام وقت قرار دادیم دیگه او تا زمانی که فروخته میشه در لیلام است $9,000. بله که باز زیباترین موتر دنیا، ماشاءالله کراون، زیباترین موتر دنیا که به نهایت بین از پشتر تصویرش بگیرید که چقدر زیباست این موتر. کراون به نهایت زیبا، اتلت که یک سیت بسیار زیبا، یک ویلکپای بسیار زیبا، یک رنگ بسیار زیبا و هر شیشش جدا جدا. بیاین شما وقت دروازهش آواز میکنی دم پایدانش نوشته است کراون.
یک سیتای بسیار مقبول، یک سالون به نهایت زیبا، شیشایش از کمپانی رنگ است بدون فیلم و موتر گپ دیگه که داره در قلفکایش تاج است. قلفک دروازه تاج است. وقتی کلیش پیشتان در جیبتان می باشه نیاز نیست کلید شما داخل قلف فرده. همین کلید در جیبتان باشه شما ایره لمس میکنین دروازه واز میشه. چقدر خوب. موتر تبدار است. موتر یک فنگر استارت است، به نهایت زیبا، به نهایت مقبول. زیبایی در وجود موتر خط است. بله موتر کراون باز تبدار، رنگ سیاه، سالون سیاه و اتلت به نهایت زیبا، به نهایت مقبول. قیمتی موتر $7000 است، $6000 و $5000 به لیلام. جای نمونده که من چی بگویم بخیده که این قیمت ها را که میبینید و این موتر را که میبینید من دیگه چه برگه چی تقدس میداشتم که 4 سال از اینجا میخیرم که پیشتانتان فدای سرتان، فدای سرتان، فدای سرتان. موتر دیگری که براتان به معرفی میگیرم دوستای عزیز متوجه سین 2017 2018 2016 و اتو موترهای مدل پایین نیست. یک فیلدر 2018 یک فیلدر 2018 شما فکر بکنین قیمت همین موتر در اروپا در حدود $30,000 است. بله میدونم بله قیمت است. $30,000 است و این موتر در افغانستان مدل 2018 هایبرد که تا سرعت 60 از برق استفاده میکنه، بعد از 60 از تیل استفاده میکنه. یک موتر به نهایت مقبول، سالون سیاه، گیربکس اتومات، ماشین 4 سلند، هم تیل هم برق. قیمت از این گفتم که بطریای از یاد 10 سال گارانتی داره، وارنتی نه گارانتی داره. و موتر 2018 قیمت از این موتر است $9,000 $8,500 $8,000 و $7,500 با پلیت جواسایر بلیلا. دوستای عزیز رسیدیم به معرفی با نامنشانترین موتر دنیا، موتر CHR تویوتا CHR مدل 2019 با یک شوی بسیار مقبوله که در وجود از این موتر ختم شده با سیت سویچ بورد شطوری و سیاه. هم هایبرد است که تا سرعت 60 از برق استفاده میکنه، بعد از 60 از تیل استفاده میکنه با پلیت و جواسایر کابل. یک آپشن بسیار زیبا، کروز و بیاین داخل موتر اگر لطف کنین. یک اسکرین بسیار زیبا، یک آپشن بسیار زیبا، یک لیور بسیار زیبا و در قسمت که دو سیستم است، هم سیستم ساده است هم سیستم اسپورت است و هم برق است هم تیل است. قیمت از این موتر در ایران 5 میلیارد است، 5 میلیارد. در پاکستان 150 لک است، در افغانستان $20,000 است، در نمایشگاه موتر سخا 18,000 16,000 و $14,000 به لیلام. نه دوستا یک اطلاع دیگه من در خصوص گفته بودن پایین کردن و خیلی میخواد که موتر دیگه که به لیلام براتون میگذارم یک موتر لکسس است، مدلش 2017 است، تبدار، رنگ سرخ، ماشین 4 سلند، گیربکس اتومات با ویل کپای HD اسپورت با یک آپشن بسیار زیبا، فول اسکرین، فول آپشن با پلیت جواسایر. قیمت از این موتر است $12,000 $11,000 و $10,000 به لیلام. موتر دیگری که شما در تصویر میبینید یک موتر هوندا ویزل است، مدلش 2015. قیمت از این موتر است $12,000 $11,000 $10,000 و $9,000 به لیلام. دوستای عزیز یک موتر را که شما زیاد در کابل دیدین اما نظیر این موتر انشالله نیست در بازار. رنگ سیاه، تبدار، فول آپشن با پلیت منفی 6 35,000، ماشین 4 سلند، گیربکس اتومات، موتر ناچلیده که در کابل ناچلیده. قیمت از این موتر $12,000 است $11,000 و $10,000 به لیلام. بیاین که براتون زیباترین موتر کابل معرفی بکنم. زیباترین موتر کابل از زیباترین با نامنشانترین برند BMW. BMW با سیتای لیدر سیت رنگ کریمی که با زیبایی از این موتر به نهایت افزوده و موتر تبدار است، ماشین 6 سلند، گیربکس اتومات،
به نهایت زیبا، مدلش 2010 است. قیمت از این موتر $13,000 است، 12,000، 11,000 و $10,000 به لیلام. زیباترین مارککس افغانستان که دوستا تایید میکنن انشالله. رنگ سیاه، سیت سویچ بورد سیاه، تبدار، فول آپشن، ماشین 6 سلند، گیربکس ام گیر ام اتومات. گیربکسش بدون کلچ ام گیر است، ام اتومات، با پلیت جو سایر کابل. قیمت از این موتر است 7,500، 7,000، 6,500 و $6,000 به لیلام. دوستای عزیز، این بود برنامه امروز ما. شماره تلفن ما 0780 76 5000، 0790 76 5000. آدرس دفتر ما نمایشگاه موتر سخا، چهارراه سرسبزی، منزل اول هتل شام پاریس. آجی سخا برادر خرد تمام افغانا را دوست دارم، افغانستان را دوست دارم. زنده باد افغانستان، زنده باد مردم افغانستان. خوش آمدید، لطف کردید، زنده باشید.